مأموریت اینومیناتی به فرانکلین. یک هفته پیش اینومیناتی به فرانکلین پیام داد و گفت فرانکلین اگر این 2 مرحله رو انجام ندی از بین میره برای همیشه. خب بچه ها اولین لوکیشن اینومیناتی به من گفته و باید بریم اینجا و یه جورایی اون خیابون رو ترور کنیم. نمیدونم یه لحظه زمین لرزه بشه نمیدونم بازی رو باگ میرید وگرنه حضور میکنم برای همیشه. خب من برای این لوکیشن ببخشید رو هم به در نمیخوره. این لوکیشن از ماشین استفاده کردم که رانندگی خیلی خوب نیست. گفت باید با موتور بیایی ولی من با موتور نیامدم. خب شاید اینومیناتی ما رو بکشه. متاسفانه ماشین فرانکلین در جاده چپ کرد و مجبوریم با یه ماشین دیگه بریم. دیجی اجدر سپا مشتاری رو لگت میزنی، چرا داری باشون بدت میزنی، تو داری منم برگات می. خب رسیدیم به لوکیشن. وقت ترور نمیدونیم کدوم طرف بریم. این دیواره اون دیواره که بازی لگ میخوره نمیدونم کدوم بازی به کدوم دیواره. حتما اون دیواره. خب اون دیوار یه نشونه باروش باشد. این نشونه فکر نداشته باشه. نشونه فکر نداشته باشه. نه این نداره نشونه. فکر خودش باشه. خدایا این ایست و ریدی اینومیناتی فکر کنم به اون داد دروغ میگن. احتمالا اون جلوتره و اون جلوتر میبینیم. شاید اون جلوتر باشه. همینه فکر کنم. همین نشونه داره یه شماره بشه. شماره 101. خب آروم آروم. بازی زلزله شد. وای یه بار دیگه تمرکز کن. یه بار دیگه زلزله شد دیدم. وای باورم نمیشه. این یکی از بزرگترین باگ های GTA به نظر منه. ولی باید بریم مأموریت بعدی در از مأموریت نیست و لگ بازی رو به بقیه نشون داد که الان من دارم نشون شما میدم. خب شما باید یه موتور رو بردارین که من رمز موتورم بلد نیستم. رمزشو باید با گوشی بزنم. شما در صورت عادی بیاین سوار این هواپیما بشین. خب باید بریم مأموریت و محله برین یه جوره. ولی اگر رمز موتور باید بزنین خب دیگه کاری نداره. ولی من رمز موتور بلد نیستم. خب بعد از چند دقیقه گرفتاری بالاخره موتور رو کدشو زدیم و یکی از بهترین موتورهای آفرود شاید در اون موقع یعنی سال 2013. خب چند بار فقط با هواپیما بازی میکنیم تا هواپیما مثلا در حالتی بشه که ما چند بار نزدیکش بشه و مثلا مثلث میزنیم هم موتور بشه هم هواپیما سوار بشی. خب من باید یه جوری حال بینشو قرار بدم. همین اقدر خوبه برای که بینش قرار بدم. خب حالا ریدن دور. خب میری بین موتور و هواپیما قرار میگیری و مثلث رو میزنی و
سوار هواپیما شدی بدون محل چه کاری بود؟ اما 20 ثانیه فقط کدو میزدی باید تر بود که سوار هواپیما شدی. لطفا ویدیو لایک کنید و زنگوله هم بزنین و کامنت برای من بزن. داری رو لگت میزنی چرا داری باشون بدت میزنی تو داری منو به رکورد میبندی چرا چند وقت